بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد شریف. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از تهران هستم. بفرمایید برادر گرامی. وقتی استاد زنده باشید برادر گرامی آقای خشایار، بفرمایید. به آقا احمد خیلی سلام میرسونم. سلامت باشید. درباره کلیپ اول خواستم بگم که نعوذ بالله اگه این اماما قراری که آسمون و زمین و خورشید و همه چی رو بچرخونن، پس نعوذ بالله خدا چیکار از این وسط؟ درست. یعنی اصلا خدایی وجود نداره. درست. حرفایی هم که میزنن 90% اینا اصلا آدمای بی‌سوادی هستن که اصلا فکر میکنم قرآن رو نخوندن. یک کتاب داستان رو به زبان عربی دادن دستشون و گفتن این قرآن رو، نعوذ بالله بخونید و از روش هر چی میخواید بگید. درست. وگرنه مگه میشه؟ مگه موقعی که حضرت نوح اومد با اون همه پیامبر او رو از به قول خودتون بود، بارون رو مگه حضرت نوح فرستاد؟ بارون به علم خداوند اومد. حضرت نوح یک کشتی ساخت. درست. اینا همش حرفایی که از خودشون در میارن و کاش حداقل کاش یک ذره به حرفای خودشون اعتقاد داشتن. درست. یک ذره به این حرفایی که میزنن کاش به همون نام اعتقاد داشتن که حتی به اون نام اعتقاد ندارن. درست. بازم خیلی ممنون، وقت برنامه‌تون نمیگیرم، ازتون متشکرم. شب خوبی داشته باشید. خدا شب شما بخیر. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارت.